بنا. خب بذار تا اینجا میشه 150 متر. از پایین نشون بدم یه بار دیگه. صبر کن. 150 متر تا این پایین. خب باز دوباره از اینجا به بالا نشون بده. خط چیز. آره یک سانت مشخص. تا 125 به اضافه 150 که میشه 275. اینم که خط بالا. ارتفاع باکس از اینجا تا پایین از 100 تا 150 میشه 50 متر. خب هالتر رو نشون بده. توپ اول نشون بده. توپ 4 کیلوگرم. خب هالتر 15 کیلوگرم با یه پلیت 10 کیلوگرم. خب و این سمت هم یه پلیت 10 کیلوگرم. دوباره اینم توپ. خب در مجموع وزنش 35. خب بذاریم اینجا دنبل اگه بذاری دیده میشه. 5 از 10 شروع میشه. باکس میخواد همونجا باشه. باش 3 2 1 برو. بیشماری فایزه چند تا؟ 7 8 9 20 درسته؟ 30 40 فایزه خدا لعنتت کن. 50 55 یکم باکس اگه چرخونی خیلی بهتر. حالا بزن. ببخش من چون جام درست نبود دوباره اومدم که شما فلکسیشن رو کامل ببینید. درست عالی. یکم باکس رو بده کنارتر. آره برو از ماشاءالله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 یکی دیگه 15. بریم کلین. ماشاءالله دختر عالی. تایم عالی. یک 2 3 4 5 6
7 8 9 یکی دیگه عالی 10 باریکلا برو ماشاءالله برو 15 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 برو ماشاءالله برو 9 10 وای نسیا 11 برو ماشاءالله 12 آهنگو بلند کن 13 14 یکی دیگه 15 عالی برو بریم والوال برو ماشاءالله وای نست تایمت عالی ها بره بالا 2 3 4 5 10 تا زدی نه پایینا 6 7 8 9 یه 15 بزن برو 15 1 2 نه پایینا 3 4 یکی دیگه یه نفس بگیر 16 17 18 19 20 1 2 باریکلا 3 4 5 6 7 8 9 30 5 تا دیگه 1 2 3 4 5 عالی بهار باریکلا برو دیگه فقط تنابه برو تنابه تکه برو سری بشو فایزه عالی باریکلا خب دوباره توپ نشون بدم این 4 کیلوگرم اینم که پلیتاش بود این خود بازی کنم خیلی خوب زدی